صعب بکو این تنونی به تو گفته کردم که مگاری تا زنده بشی بخوری یاد کنی. تو بیا امد اینجا خور سرپرست ساکتی 15,000 مش میگیری. تمام بچه ها همگی دست تو بدادم. کی هستی که تو خور اینجا میسدی به سر بچه ها؟ یک دفعه بیا مگاری بری اول عبدی بخیر بخونی خوب بشینی. چرا کار کنم 10,000 کار کنم تو با 15,000 کار کنی؟ بشی باجه می. هرچی من به تو میگم باجه جو یک کاری بکو که از این ماش حکمم 1-2 بالاشه. تو میگی تو چوب که وقت عماله. تو دستاتو تا باشون با پشت ساعتونه میری وزی بر 15,000 ماش میگیری. تو خوش نداری که 1000 یا 2,000 ماش من بالاشه. صبر کن تو بیا یک دفعه آنه بیام. سکوشتر رو میره. فقط میگی رئیس شرکته. نشتنی باجه. سلام علیکم باجه اشتنی. خیلیاته. جان شما جاره. دیر کنه کردم. نه. بریم که مختاره دو. کجا بریم؟ کجا میریم؟ سر کار میریم دیگه بریم که دیر میشه. چند دیانان 15 دقیقه معمول دیر شده امرو. باجه شما رو مدیر صاحب جواب کرد. گفت دیگه باجه تو نمایم که بیایه. تمام کارمندا گو دست باجه تو بدادم. چی گفتی تو؟ مدیر مر بدار کرده از شرکت. ها باجه دیشب ساعت 11 بجه شو مدیر صاحب به من زنگ زد. گفت دیگه باجه خور نیار به شرکت. خود تو بیا. از 120 تا کارگر گو یک از باجه تو رزی نیه. دا این وقت استای من پشت سر نه به سر ازی امر میکنم سرپرستی به می رقم بشه. چی میگی تو باجه؟ چرا مدیر به من زنگ نزنه؟ مدیر که برای تو زنگ زنه. باجه مدیر به من بگو گم سردل ندارم که ولی از حال شروع کنه تا صبح جفنگ به من بگه. 4 تا غریب بیچاره بیا آوردیم به تا از شرکت کار کنه نه که یکی بیا به سر خود سازی کنه. گو باجه تو خود سازی میکنه به سر کارمندا. 10 سال من به شرکت کار میکنم طول کسی نبوده که به من گپ بزنه. امروز تو میگی که پروا میگی. باجه جان ما که رئیس شرکت یا مدیر شرکت نیم که به سر مقال میکنی. او به من میت زنگ زد بگفت من برای شما گفتم. بازم اگه باور نداری باجه جان زنگ بزن. سلام علیکم مدیر صاحب. خوبیم سلامتم تیار هستم. صبح شما بخیر. بله جبارم تیار هستم خیریاته. زنده باشه. مدیر صاحب این باجه ما چی بگه؟ ما امروز قرار شد که ما بیایم به شرکت بیایم و خیلی حالا باجه ما وردش گفته که مدیر صاحب گفته که برای باجه خود جبار بگو که دیگه به سر کار نیایه. مدیر صاحب من 10 سال به سر کار دارم کار میکنم. خو خلاص شد گپا شما مدیر صاحب. خلاص شد گپا شما. سکنید مدیر صاحب ما به شما چی میگم؟ شما گوش کشید مدیر صاحب. ما یک کارمندی به می شرکت بودم و هستم که 10 سال به می شرکت برستی و صداقتی ما جون دادم زحمت کشیدم. اگر هم ما به سر کارگاه شما جیغدادی کردم سرصدایی کردم فقط به خاطر ازی بوده که کار کنه. خود شما میفهمید بعضی از کارگرها واقعا به شرکت میای فقط لیفت میده روز که شمشه سر برج معاش خور بگیره. خب خلاص دیگه. حالا من چرا به سر کارخونه آیایم؟ 15,000 درسته که ماش خیلی خوب من کار میکنم به سر کارگر شما. الو چرا قطع کردی؟ خیره مدیر صاحب این خدمت 10 سال ما بود که تماس مرال قطع کنی. بریم باجه جو خدا به جلوی شما خیر بیاره. همونجا کار کنیم. امید به خدا یک روز مدیر صاحب شما رو بروی چوکی خود خوب بشونه. شما مدیر شیم. بفهمیدیم روزی ما به دست الله پاکه. برو باجه جان از ما دیگ نشو. ای به دست من نیه. ای به دست رئیس و مدیر شرکته. نه چی دیگ میشم. برای خدا حافظ. چی دیگ میشم. اگه چیزی من میفهمم چیزی هم تو میفهمی. برو.
کنج باغچه دل و ماتم گرفته خدا آسمان مار. سلام علیکم منده نباشین جان جوره. سلام اول شما خوبه خیریته؟ تیار هستیم؟ صبح تو بخیر. زنده باشین. چی گپایه؟ قرار غیری. دیشب لالا ما خود زن اختلاط میکرد. لالا تو؟ ها چی میگفته؟ امون به تا گوشی خودمون مرتکه که به تا شرکت کار نمیکنی. گفت مدیر صاحب شما اگه او 15,000 واجبه میگیره به کل امون سرپرستیر بدیم به ما بدیم انا 3,000 هیچی 2,000 دیگه هم بالا معاشا ما بگذارین 12,000 ما با شما سرپرستی کنم که مگرم رنج شما گل شه یک نفر پیش ما آزار نیافه. شما آدم ها غریب بیاردین 100 تا 120 تا جمع کردیم اینجا ای خود کله گنده خوی داره ای خود کله گنده خود فقط میگی که پیار رئیس شرکت اینجا انا باز من اینجا باز برار من با من میگفت که زن برار من بگو گفت گلک یک دمه که دوماد مردیدی زن برار میگفت دوماد مردیدی نه که بگی که ایتا شده ایتا مسئله شده. یک بار نولولا برار میگفت که بگی ای پینجیه ای اگه بگی گوش دار میبرم اگه نگی و تو عرص پینجیه ای میدم. خوب پس این نورالله خود مدیر شرکت به تماس بوده و همین نورالله بوده که زیر ویمر زده. خیر بینی گلک جو باز من به خیبری تو پینجهی میدم. کی؟ به شرط از اینه که هر گپی که به خون شما اتفاق افتاد به من خبر بیاری. برسیدی به خیر. کپولا شما خوبه گلک جو حالی که پینجهی نیه به خیر که به شرکت رفتم از مدیر که پول سندم برای تو پینجهی نیه بلکم 60 روپه برای تو میدم. ما هرچی که برار من بگه چه من میام به شما شیطونی میکنم. من یاد دارم شیطونی. میگه بی رنج گنج معصر نیه گلک باید رنج ببری که گنج به دست بیاری. تو خبر به من بیار ما برای تو صدی میدم. بفهمیدی؟ با این شیوان که بیاین گوش میکشم. امشب گوش کش با صبح خبری به ما بده. خدا تو رو شکم سر نکنه نورالله. کی من؟ تو باجی بودی تو حق بود به حق میت کاری بکنی. من به شکم سر نشم کنه نورالله. چی؟ من به شکم سر نشم. نه تو به شکم سر شی چون تو واقعیت برای من خبری نباشی. برو بخیر. شیوان بیاین میگم به شما گوش میکشم. فقط صبح منتظرم که گلک جوابم چی خبری میاری. خوبه برو بخیر بری. باشه. هم چیکار پیشتنه تیار هستی جان شما جوره. کجا بیدی شرکت بیدی چیکار کنیم دیگه مجبوریم. اشتنه کارا بارا پرته خود باجی خود خود کی؟ خود باجی خود پرته من شرکت ده بابا اور بدر کنم برام رات کار کو. عباس ته بوله کارمندا ظلم میکنه. هدر کردم. ها دیگه چه کار میکنم؟ تو هم هدر کردم. نه بابا خبر نداری. نه چی خبر داری؟ تبریکی هم نمیدی به بچه کاکا خو سرپرست شدم مال عوض از او. یعنی باجی تو 10 سال میشه به من شرکت کار میکنی اور بدر کردن تو سرپرست ساخت. ها دیگه آدم بد اخلاق کی مایه؟ به هر جا که بری بد اخلاق باشی طور نمایه. قول مقول میکنه خود کارمندا قول مقول میکنه به سر دستگاه بونه میگیری به نون خوردن بونه میگیری. آخر مدیر گفت برو برات کار خود دیگه به کار نی. عوض از اون رسالت او به می 10 سال اگه بد اخلاقی بوده او نبوده که به می 10 سال بد اخلاقی یا خوش اخلاقی که معلوم شده. حال با اور بدر کردن بعد از 10 سال. گفتم ما نمایه. به درد ما نمیخوره. یعنی تو به جای از او ایستاد شدی. باور بکن می از ما کارمندا خوش نیان تا جایی که جا داره. حتی مدیر از ما راضیه میگه واقعیت تو خدمت میکنی. یعنی بچه کاکا واقعیت آفرین تو شیر و مادر تو. باز هم جای شکریت که تو اینجا برفتی. هن نزدیکی 1 سال میشه وقت تو سرپرست شدی. همین امروز روز اول می بود که ما براتون سرپرست شدم به داخل شرکت. باور بکن کمی کاریگرا عباس خوشحال بودم خنده میکردم. باجی که بالا سر می کاریگرا نمیام آدمی 120 تا کاریگر که به اونجا کار نمیکرد خیال میکنی ماتم داشت. هم می تو چوب پینکاینم توش فقط میگی 10 لک روپیه از اینا قرض داری. هنانه بچه کاکا خوب اگه می تو به سر نو سعی کوشش نکنی سیاست نکنی بعض کارگرا فقط روز خورتلنگ میدن بفهمیدی
همه تو سیاست که بکنی حداقل همه کارگرا هم کار میکنن. خدا کنه با جا از تو بتونی کار کنی. ما هم رسیم لقمه نون بگیر و چگاه کنم هم بیای از خود مانی چی فرق میکنه. من تا یک چیزی ما به تو بگم، خدایی حالا که پشت سر اینا کار ندارم، باجیم خیلی بد اخلاقه. همین خوشلوچی معروضه که به خونی همین آدم نفتاده، هیچ وقت از این آدم خوبی تعریف نکرده بغیر بدی. همین تو آدم گندی بود کیر بدر کرده. خوب شد که برا حالی بیتر شد، به شرکت حالی بیتر شد. حالی بیتر با تو که خیلی بیتر شد. تو مال بستین خدا داد، حالا با تو سرپرست شدی به جهت. امروز روز اول قوقا کردی به محله، امروز روز اول قوقا کردی به محله، از بالا میایی کوچه به جل و بله، رو خور بگردون گلو اردو چشما بم دلم، رو خور بگردون گلو مردو چشما بم دلم، تا به پیش من نیایی حل نمیشه مشکلم، حل نمیشه مشکلم، امروز روز اول قوقا کردی به محله، گیپک جو کجایی سر گیپک جان جیره به برو خوکا نشی رختا تو لمش میشه دیونه نمیشه با موال کاکولار شونه که دی تیپ زدی رختایی خن اولی گیلا راد ازی گپای نویله کو خب میگون امی برار تو خیلی بچه مردی بود نیلیلا اوه چرا اشتا مردی بود ایتا مردی بود جوری و کسی نده ها با راست میگی چرا گیپک نومردی که اشتا باقی پیار بشوری من نومردی که آها از او بابا شرکت اوه نامردی کرده دیگه مچو مچی ده سال پیار مبرا کسی بجی تو نگو ام برار تو نیرو شیش هفت ماه میشه برا او بدر کده راست میگی دیگه کار از دیگه گفته سکو اگر چمند گولی باشد خارگی هستی بکی اوه اول که روزی خدا میده با دیوم که سه چریپی پیار ما میاد بتا خونه اینا برار تو نیرو برا ایا باری موقع کدی کارا به درد نمیخوره گیلا راست میگی برار راست میگی ملامت ما نیم دیگه برار من نیلیلای برار گفته که البته بیامد پیار تو گپایی که ما بگفتم به تو مدر تو اختلاط که او دیگه می تو بگو که گیلگه می تو گفته هم بگو ما امشب دیگه به خیر خوشی که گوش کشم باز میام دیگه هم به پیار تو شیطونی میکنم آفرین گیلا شیر مدر تو اما لبرار خوبی تاری زنده بشی که پا با می تا خبره استه بیار دیگه پیار تو گفته که من با تو سدی پول میدم نه 60 روپیه پول میدم چیز پیار تو پول نداد به دست تو ببر به گیلک بده باشه شرکت پولا خوستونه من میدم پیار من پول به تو میده حالی چی کیسو کنه در نه درجا لسپیه این گوشی لسپیه اوه از کامرا میگیره اوه یک از که از من بگیر نه پشک میشه نگیر پشک میشه وقت میگی خوب سرتی پیام داری پخش از کتو خود تو بخو بگو یک فرغون دقمه رو بگیرفتی اینجا بشوندی چرا میخندی گیلا اما دو تا کیسه گونی دگمای خنده میشه گیپک بلایی بدی تو هر چی کار بکنی میری دقمه میشینی اینا چیه بکاره؟ اینا بکار اینا موده شکر خورسه که اگوشنگی میشه خونه شما مال لورس میره وقتی رو خاکنه چی گیپک برو به سلاخه میشه مادر تو رو بپالا بده ولی گیلا تو اینجا میشینی چی؟ اما من اینجا مایم چند باشه از دممی باقم اینجا بندازم خوره 4-5 لوی بکنم خوبه دیار بشی قربانت جور بشی خیلی باش زنده بشی بدماش